توی این ویدیو میخوام راجع به ابزارهای نقاشی ساختمون صحبت بکنم. مصالحی که توی نقاشی ساختمون استفاده میشه رو بهتون میگم و نحوه کار با اونا رو بهتون نشون میدم. خب اولین ابزارهایی که بهتون میخوام نشون بدم قلتک، دست قلتک و قلم. قلم برای جاهاییه که با قلتک نمیشه زد، مثلا بین سقف و دیوار رو با قلم میبرن و بعدش با قلتک که به دست قلتک بسته میشه رنگش میکنن. خب ابزار بعدی که توی نقاشی ساختمون ازش استفاده میکنن سینی قلتکه که رنگ رو داخل این سینی قلتک میریزن و قلتک رو با اون رنگ آغشته میکنن که به دیوار بزنن. محل نگهداری رنگ. ابزارهایی که خیلی توی نقاشی ساختمون ازش استفاده میشه تیک کارتکه که برای لکه‌گیری و بتونه کاری ازش استفاده میکنن که نحوه کارش رو هم بهتون نشون میدم. خب سنباته و فازمتر اینا به چه کاری میان؟ سنباته برای از بین بردن زبری بتونه و دیوار استفاده میشه که هر جایی که بتونه کشیدیم و حتما باید سنباته بزنیم و قسمتایی هم که نخورده رو باید یه سنباته زده بشه که زبریای دیوار از بین بره. از فازمتر هم برای باز کردن کلید پریزا و اینجور چیزا استفاده میشه. یکی دیگه از ابزارهای کاربردی توی نقاشی ساختمون نردبونه که برای ارتفاع و این قسمت‌ها ازش استفاده میکنن. خب همونطور که دارید میبینید اینجا سطل و استانبول داریم. سطل برای ساخت رنگ ازش استفاده میشه. برای کارهای بزرگ از سطل‌های بزرگتری استفاده میکنن. استانبولی هم برای ساخت بتونه استفاده میشه که میتونین بتونه رو روی تختم درست بکنیم، ولی برای کارهای بزرگ کلا از استانبول استفاده میکنم و چوب هم برای به هم زدن رنگ ازش استفاده میشه. خب یکی از ابزارهای خلاقانه‌ای که استاد نقاش درست کرده این دستگاهه که برای سنباده زدن نقشی‌هایی که بین ستون هست ازش استفاده میکنن که از دست قلتک و حالا سنباته و اینجور چیزا تشکیل شده که حالا من نحوه کارش هم بهتون نشون میدم. خب این دستگاهی رو که دارید میبینید برای این نقشا استفاده میشه که دیگه واقعا یه چیز خلاقانه‌ایه. برای کارهای بزرگ از روغن بتونه و روغن زیرکار استفاده میکنن. روغن بتونه رو به بتونه اضافه میکنن وقتی میخوان بتونه رو بسازن که رنگ و آب و مل و اینا رو داره، این روغن رو هم اضافه میکنن توی کارهایی که زیرکارش گچ هستش و تا بال رنگ نشده. و همچنین این روغن که قبل از بتونه کاری باید اول دیوارا تراشیده بشه، هر زائده‌ای که رو دیوار هست تراشیده بشه، بعد از این روغن روی دیوار میزنن. خب از مصالحی هم که استفاده میکنیم پودر لاجورده که با رنگ پلاستیک ترکیب میشه و برای سقف‌ها، کمد دیواری و اینجور جاها ازش استفاده میشه. این هم که شما میبینید به عنوان صافی رنگ ازش استفاده میکنن که میتونه جورابه، معمولا زنونه استفاده میکنن و یا هم تیپ باشه که به عنوان صافی رنگ ازش استفاده میشه. مل یا پودر کناف که برای لکه‌گیری و بتونه کاری ازش استفاده میکنیم. متریال هایی هستن که توی نقاشی ساختمون ازش استفاده میکنیم. این هم از مل ما. کناف رو هم بهتون نشون میدم.
خب نحوه کارکردشون، خب این قلتک رو به دست قلتک میبندن و داخل سینی قلتک میکنن و اینجوری ازش استفاده میکنن. از وقتی که این قلتک اومده سرعت اجرای نقاشی ساختمون چند برابر شد. مثلا برای واحد 60-70 متری حد اکثر 5-6 روز کار میکنن الان تا 7 روز، ولی قدیم برای واحد همین 60-70 متری میدیدید 20-25 روز کار میکردن تا تموم بشه، تازه با تعداد نفرات خیلی بیشتری. خب بریم سراغ این ساختمون و کارهایی رو که تا الان انجام دادیم و قراره در آینده انجام بشه. اولین نکته‌ای که هست و باید بهش اشاره بکنم، سقف این واحد و این ساختمون کلاً از رابیت ساخته شده و برخلاف اکثر ساختمون‌ها، مخصوصاً ساختمون‌های بلند مرتبه که از کناف استفاده می‌کنن، توی این ساختمون از رابیت استفاده کردن. کناف با توجه به اون مزایایی که داره، سرعت اجرایی بالایی داره و کلاً وزن سبکتری داره، اما تو مرحله نقاشی استادان نقاش و کارفرما رو کلاً اذیت می‌کنه. اجراش یه مقدار داستاندار و سخته و خیلی چالش پیش میاد. باید حتما کنافکار قبلش خیلی خوب کار کرده باشه، بعدش هم که نقاش میاد حالا داستانه خودشو داره. ولی اینجا سقفش رابیت شده، همونطور هم که دارید میبینید سقف الان رنگم شده، تو مرحله لکه‌گیریه. دیوارا تو مرحله گچکاری بودن، یعنی خب واحد نوساز گچکاریش تموم شده بوده. توی اینجور کارها باید روغن زیرکار استفاده بشه حتما و بعدش بتونه ماستیک انجام میشه. همونطور که می‌بینید کل دیوار بتونه ماستیک انجام شده و بعدش حالا مراحل بعدیش رو هم در آینده توی یه فیلم دیگه واسهتون فیلم میگیرم، حتما میذارم و چارچوباش هم یه دست رنگ خورده. خب یکی دیگه از موضوعاتی هم که باید بهش اشاره کنیم، مخصوصا برای کسایی که واحد رو دارن تازه میسازن، یکی این که هالوژن ها رو ترجیحاً برکار نکنه تو که نقاش دوباره بخواد بیارش پایین، چون برای اجرای نقاشی حتما هالوژن ها باید پایین باشن. سرعت اجرا رو میبره بالا و کثیفکاری کمتری به جا میذاره، چون هر کاری کنی ممکنه هالوژن ها کثیف بشن. و پریزهای برقت رو هم نباید ببنده تا مرحله نقاشیش انجام بشه و بعد برکار بیاد همه این کارا رو انجام بده.